سلام، خسته نباشید. ما می‌خواستیم از اینجا مهاجرت کنیم. اسمتون؟ پنگو. فامیلیتون؟ ان. خب علت مهاجرت؟ والا همه جا سره، بعد غذام نیست، زیادم هستیم، سردم هست بیناموس. عکس سه درچه رنگی دارید؟ بله بفرمایید. این که سیاه‌سفیده؟ نه خیر، این رنگیه، ما خودمون سیاه‌سفیدیم. خب این کدومتونید؟ این اصلا ما نیستیم. اینو چند سال پیش یه نفر گرفت، دیگه همه استفاده می‌کنیم. خب شما اصلا پرنده‌اید، بعد برید به قسمت پرندگان مهاجر. نه ببینید سوء تفاهم شده، این پر ماسه دکوریه. بله دستی ازش استفاده می‌کنیم. همین یه لولایی داره بالا پایین میشه. ولی شما تخم می‌ذارید. همین از پرنده بودن تخمش به ما رسیده، خدا شاهده. وگرنه شما یکم از فیزیک بدونید این بال برای این هیکل منطقی نیست. خب از چه طریقی می‌خواستید مهاجرت کنید؟ تغییر جنسیت. خب برای چه حیوانی می‌خواید اپلای کنید؟ هر سگی باشه از این وضعیت بهتره. خب میتونید راه برید؟ ولی یه تکونی می‌خوریم، البته پای خاصی نداریم، بیشتر پایه است. همین ما رو نگه می‌داره. بله دیگه، دو تا چوب خوش کردن تو کونمون، مثل کتاب راه میریم. البته نمیدونیم، شاید خشتکمون رو زیاد گرفتن. بله اینم هست. خب دفاعتون چیه؟ والا هیچ دفاعی ندارم. اگه میخواد رایگیری کنید بنازید بیرون. ولی من وصیتم اینه. نه، وسیله دفاعیتون چیه؟ هیچی، همین وای میسیم فوش خار مادر میدیم که معمولا 100% مواقع هم جواب نمیده. البته میتونیم بداییم ولی کاملا فرمالیته است. بله دویدنمون رو باید ببینید، واقعا جر میخورید از خنده. خب من شما رو چه دسته‌ای بذارم؟ دست خر. چه گرفتاری شدیم ما. من نمیدونم کدوم پرنده بی پدری با کدوم جونوری تو این سرما جفتگیری کرده، ما یه مش اسکل داریم اینجا زندگی میکنیم. هی بابا.